وقتی کسی حالش بده بهش نگین تحمل کن اینم میگذره. نگین همه چیز درست میشه. از بلاهای بدتری که به سر خودتون و دور و بریاتون اومده براش خاطره تعریف نکنین. نخواین ثابت کنید که آدمهای بدبخت‌تر از اون هم وجود داره. نخواین با جوکای مسخره اونو بخندونین. کسی که حالش بده نمیخواد بخنده، قصه داره، میفهمی قصه. براش از فلسفه زندگی حرف نزنین. از انرژی مثبت و مثبت باش و به چیزایی که داری فکر کن و از این چیزا حرف نزنین. وقتی کسی ناراحته اصلا این شما نیستین که باید حرف بزنین. شما در حقیقت باید حرف نزنین. باید دستشو بگیرین، بغلش کنین، تو چشماش نگاه کنین، براش چای بریزین بزنین جلوش، بعد حرف نزنین و هی حرف نزنین. اجازه بدین اون حرف بزنه. شما گوش کن. هی فکر نکن باید نظریه صادر کنی، نصیحت کنی. فکر نکن اگه حرف نزنی اتفاق خیلی بدی میفته. شما جای اون نیستی. شما زندگی اونو از وقتی به دنیا اومده زندگی نکردین. دستاشو بگیرین، بغلش کنین، سکوت کنین. مدام اصرار نکنین که با من حرف بزن، به من بگو. بغلش کن، کنارش بشین. اگر دلش خواست خودش حرف میزنه.